ده‌ها مهاجر اخراج شده تاجیک از روسیه گفتند که سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان و احتمال عفو خود را انتظار هستند. ولادیمیر پوتین آخرین ماه فوریه در دایره سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از تاجیکستان هم بازدید خواهد کرد. مقامات تاجیکستان گفته بودند در جریان این سفر امضای چند سند در نظر است و جانب روسیه هم تاکید کرد که احتمال عفو تا 70,000 مهاجر ممنوع الورود تاجیک را بررسی دارد. دوستمراد زیایف ساکن ناحیه رودکی روز 14 فوریه به نزد اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان آمده میخواست بفهمد که آیا مهلت منع ورودش به روسیه انجام شده است یا خیر. پیش اومدن $500 اگر با چیز میفته اونجا کار میکردم ماهش دادم. اینجا پروستش یک کار نیست. من تاکسی دارم میام زندگی من روزمه میبرم تمام. برای این کوشش دارم که خوب شه بریم طرف تا کار کنم. میگه بعد پوتین اومدن ممکن بشون. من آخرین سال که من خودم میدونستم که محکم میکنم ویزا مرا قبیله روی کرده بودن اومدم همون قپله داشتم ماشین خریدش تو بی نجا کار کنم. عفو افراد ممنوع ورود بعد آن مطرح شد که سفیر تاجیکستان در روسیه امامالدین ستار با الکساندر گراوی معاون اول وزیر امور داخلی روسیه روز 8 فوریه امکان اجازت دوباره ورود مهاجران تاجیک را بررسی کرد. اما مقامات تاجیکستان میگویند به قدر توان خود برای با جای کار تامین کردن مهاجران ممنوع ورود تلاش‌های خرج دادند. مویانشاه محمدبک رهبر ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در یک همایش کارشناسان این موضوع را از مسائل داغ قلم داد. مهاجرانی که به ما مراجعت میکنند و را به شغل اهالی منطقه ها روان میکنیم که در جای کاری که برای ویا لازم است یا اینکه برای بازآموزی ویها در مرکز کلان سالان که آینده مثلا داخل جمهوری هم رقابت پذیر باشند و موقعش نیابند کاری معینی برای خود یافت کنند. اما ملکه بهادینова کارشناس سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان میگوید که اقدام‌های دولت تاجیکستان برای با جای کار تامین کردن مهاجران به وطن برگشته چندان چشمرس نیست. Если мы посмотрим на статистику, да, запретников и на то, например, сколько таких трудовых мигрантов было трудоустроено, то, конечно, это мы говорим буквально о 2%. اگر آمار مهاجران اخراج شده را با نفرانی که با جای کار در تاجیکستان تامین شدند مقایسه کنیم، پس عیان می شود که از 300,000 مهاجر اخراج شده در تاجیکستان تنها 2% با جای کاری دائمی تامین شدند. تلاش‌های دیده می شود اما آن ناکافی است. مشکل اساسی سطح پست معاش در تاجیکستان می باشد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مطابق شوی شهروندان کارجوی تاجیکستان با قانونگذاری و واقعیت‌های اجتماعی بازار کار روسیه بهتر می‌شود و اکثریت درک می‌کنند که بدون داشتن پتانت کار سند مهم اجازه دهنده کار در این کشور ایستاده نمی‌توانند.